جهت پیشگیری از ویروس چینی، ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی کشور اولین بار در تاجیکستان سنه 4 مارس در تمام مسجدهای کشور را برای نمازگزاران بست. سنه 19 مارس افشین مقیم سخنگوی کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان در صحبت با سپوتنیک گفته است معرکه ضدعفونی کردن و کارهای پروفیلاکتیکی در مسجدها به انجام رسیده. کمیته و شورای علما به این نتیجه رسیدند که شرایط نمازگزاری فراهم شده است. مردم می توانند به مسجدها و جماعتخانه ها برای ادای نماز جماعت روند. کمیته دین از افرادی که صحتیشان خوب نیست و گرفتاری تب و سلفند خواهش نموده است که به دلیل بی‌خطری اطرافیان به نمازهای جماعت حاضر نشوند. نمازگزاران تاجیک آخرین بار بیگاهی 3 مارس نماز خفتن را به جماعت ادا کرده بودند. پس از ختم این نماز امام خطیبان مردم را آگاه کردند که به خاطر جلوگیری از ویروس تاجدار نمازهای دست جمعانه در مسجد و جماعتخانه‌های تاجیکستان موقتا قطع کرده می شود. یکمش آموزی وقت امیر ابراهیم مکه مکرمه در تاجیکستان در این مسجدها باز شد. این در حالی است که در سراسر جهان بخصوص کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی، ایران، افغانستان و غیره با مقصد پیشگیری از ویروس تاجدار مسجدها بسته شدند. علمای الازهر فتوا دادند که به خاطر حفظ جان مسلمانان گذاشتن نماز در مسجدها مصلحت نبوده، مردم باید نمازهای خود را در خانه‌هایشان ادا کنند. گزارش رحمان صدیقزاد و نادری نسیمزاد، پیام روز.